کاربر میخوام راجع به تنظیمات صدا در ویندوز ویستا براتون توضیحاتی داشته باشم. اگه بر روی این بلنگو نزدیک ساعتتون یک بار کلیک بکنید، صداهایی رو که در بلنگوتون خواهید شنید با این دستگیری میتونید کم و زیاد کنید. اگه روش کلیک بکنید نگه دارید بالا ببرید صدا زیاد میشه، اگه پایین بیارید صدا کم میشه. اگه بر روی این بلنگو بزنید صدای کلی رو که میشنوید، صداهایی که از بلنگوتون پخش میشن رو میوت میکنید یا اینکه صدا رو قطع میکنید. اگه بر روی میکسر بزنید وارد قسمت والوم میکسر میشید که در قسمت اسپیکرز میتونید صدای بلنگوهاتون رو کم و زیاد بکنید. برای مثال من اگه این دستگیره رو ببرم بالا، صدایی که در بلنگوها پخش میشه زیاد خواهد شد. ولی در ویندوز ویستا این امکان رو پیدا میکنید که اپلیکیشن های مختلف رو مجزا از بلنگوهاتون کم و زیاد کنید. فرض کنید یه موزیک دارید پخش میکنید، صداشو میخواید بلند بشنوید، اسپیکرها رو در حالت نهایت در حقیقت تنظیم میکنید، ولی میخواید صداهای خود ویندوز ساوند رو کم بشنوید. در نتیجه ولوم این رو کم میکنید که هیچ ربطی به بلنگوهاتون نداره. صدای موزیکتون بلند پخش میشه و صداهایی رو که در خود ویندوز استفاده میشن رو کم خواهید شنید. با فشار دادن بر روی این بلنگوها حتی میتونید قطعشون بکنید. ممکنه بیشتر از یه دونه اپلیکیشن شما داشته باشید که میتونید از اون اپلیکیشن ها هم قسمت های مختلفی رو که اون اپلیکیشن ها کنترل میکنن رو مجزا کنترل بکنید. اگه بیش از یک دونه دیوایس دارید، یک دستگاه دیگه دارید مثل ساوند کارت اضافه، میتونید بر روی دیوایس کلیک بکنید، اون قسمت دیگه دیوایس دیگه رو انتخاب بکنید و روش تنظیماتی رو به وجود بیارید. برای رسیدن به والوم میکسر راه دیگهش این است که دست راست کلیک بکنید بر روی این بلنگو و بعد اولین گزینه اوپن والوم میکسر رو انتخاب کنید. اگر آخرین گزینه ساوندز رو انتخاب بکنید وارد قسمتی میشید که پروگرام های مختلف ویندوز رو صداش رو میتونید تغییر بدید که قبلا درسی رو براش گذاشته بودم. اگه بر روی رکوردینگ برید که برای رسیدن به این قسمت رکوردینگ راه دیگهش این است که دست راست بر روی این بلنگو کلیک کنید، دومین گزینه از پایین رکوردینگ دیوایس رو اگه انتخاب بکنید به این صفحه رکوردینگ میاد. میتونید تنظیماتی رو در صداهایی رو که از کامپیوترتون خارج میشن رو روشون تنظیماتی رو به وجود بیارید. عرض بکنم خدمتتون اگر پروگرامی داشته باشید که صدا دارید ضبط میکنید، اینجا تنظیم میشه صداهایی رو که ضبط میکنه، و یا اینکه اگر در روی اینترنت از صفحات مختلف یا پروگرام‌های مختلف مثل مسنجرهای شبیه پنتاک یا مسنجر MSN AOL و یا هر مسنجر دیگری که استفاده میکنید، یا حتی وایس چت ها، صفحه‌هایی که به حالت چت هستن ولی صدایی هستن، صداهایی رو که برای دیگران پخش میکنید از اینجا تنظیم میشن. در حالت عادی مایکروفون انتخاب شده به عنوان صدای اولیه، چرا که ویندوز میخواد که کسانی که با صداهای دیگه کار ندارن مشکلات نداشته باشن و فقط صدای مایکروفونشون در حقیقت پخش بشه. اگر شما میخواید صداهای غیر از مایکروفون پخش بکنید، برای مثال اگه میخواید موزیک بذارید توی کامپیوترتون و موزیک رو پخش بکنید، بایستی از گزینه‌های دیگری مثل استریو میکس استفاده کنید. این گزینه‌ها در حالت عادی دیسیبل هستن، اینجا دیده نمیشن. در قسمت خالی این صفحه اگه دست راست کلیک بکنید، شو دیسیبل دیوایسز رو انتخاب بکنید، گزینه‌های دیگر ساوند کارتتون هم دیده خواهند شد. البته کار نمی‌کنن، فقط دیده خواهند شد. ممکنه این گزینه‌ها تعدادش بیشتر از این چیزایی باشه که من الان دارم و یا حتی اسامیش متفاوت باشن، ولی هر کدوم از اونها رو برای مثال ویو اوت میکس اگه دارید که همون کار استریو میکس رو انجام میده، اگه شما استریو میکس داشته باشید همون کار رو میتونید باشه انجام میده. اگه بخواید ازش استفاده بکنید باید دست راست روش کلیک بکنید و بعد بگید انیبل، چرا که اصلا قابل دسترسی بشه و بتونید ازش استفاده کنید. زمانی که رنگش پررنگ میشه و بعد این علامت فلش بغل دستش از بین میره، به معنی این است که الان آماده به کار است. ولی همچنان صدای مایکروفون من پخش خواهد شد برای دیگران، چرا که این علامت سبز بغل دستش داره نشون میده که این مایکروفون به عنوان اولین دستگاه داره صدا رو پخش میکنه. اگه من میخوام صدام از استریو میکس مثلا پخش بشه، میام دست راست بر روی استریو میکس حالا یا ویو اوت میکس کلیک میکنم، set as default device رو انتخاب میکنم. این باعث میشه که صدای اصلی ویندوز من این بشه و صدای ویو اوت، حالا ممکنه عرض کردم شما استریو میکس داشته باشید، در حقیقت برای دیگران پخش بشه. یک گزینه رو فقط توجه داشته باشید. اگر در زمانی که مثلا در پنتاک هستید و دارید صحبت میکنید در میکروفون، اگر ویو اوت یا استریو میکس رو انتخاب بکنید، بلافاصله ممکنه که این کار انجام نشه و یه تریک داره.
شما بایستی حتما میکروفون رو رها کنید برای یک لحظه و 2 مرتبه میکروفون رو در پلتاک بگیرید که دفعه دومی که میکروفون رو میگیرید صدای استریو میکس شما برای دیگران پخش خواهد شد و موزیک شما رو خواهند شنید و دیگه میکروفونتون رو اگه میخواید از کار بندازید میتونید دست راست روش کلیک بکنید و بعد بگید دیسیبل. باعث میشه که این دستگاه یا هر دستگاهی رو که دوست دارید دیسیبل بکنید از کار بیفته و دیگه کار نکنه. در نتیجه اگه من میکروفون رو دیسیبل کنم دیگه اصلا میکروفون من کار نخواهد کرد که بخواد صدای میکروفون من رو برسونه. ولی عرض کردم تریکش این است که شما یک بار بایستی میکروفون رو در اون اتاق پلتاک ول بکنید و بعد 2 مرتبه میکروفون رو بگیرید که اون دستگاهی رو که تنظیم کردید براتون کار بکنه. من 2 مرتبه دست راست کلیک میکنم، ست از دیفالت دیوایس رو انتخاب میکنم که میکروفون پخش بشه و 2 مرتبه با همون تریک میتونم صدای خودم رو در روم پلتاک مثلا پخش بکنم. اگه بخوام صدام رو تغییراتی درش به وجود بیارم، از جمله مثلا اگه بر روی میکروفون دست راست کلیک بکنید و پراپرتیز رو انتخاب کنید یا اصلا میکروفون رو کلیک کنید انتخاب بکنید و بعد این پایین پراپرتیز رو اگر انتخاب بکنید وارد صفحه میشید که میتونید آیکونش رو تغییر بدید. در درس آیکون ها یاد گرفتید چطوری میتونید آیکون بسازید و تغییر بدید. اگه پراپرتیز رو برید میتونید تغییراتی در قسمت درایورها و پراپرتیز اون ساوند کارتتون انجام بدید که درسی مخصوص به این کار خواهم گذاشت. اگر این پایین در لیست do not use this device رو انتخاب بکنید دیسیبل میکنه این دیوایس رو، از کار میندازه. در قسمت کاستوم اگر صدای میکروفونتون کم هست مایک بوست رو اگر انتخاب بکنید باعث تقویت شدن صدای میکروفونتون میشه. اگر در قسمت لول صدا رو بخواید کم و زیاد بکنید صدای میکروفونتون رو میتونید کم و زیاد بکنید و در قسمت ادوانسد همونجوری که نوشته شده در حالت شیر مود اگه قرار بگیرید میتونید کوالیتی صداتون رو که دارید پخش میکنید تغییر بدید. میتونید با حالت بهترین در بیارید و یا بدترین که با حالت تلفن هست، صدای تلفن هست، در حد کوالیتی یا کیفیت تلفن هست انتخاب بکنید و هر تغییراتی رو که به وجود آوردید اگه دوست نداشتید میتونید ریستور دیفالت رو کلیک بکنید و تغییرات رو به حالت اولیه در بیارید. چون من تغییر ندادم اینجا الان پررنگ نیست ولی اگه تغییر بدید پررنگ میشه. در قسمت اولی که allow applications هست رو اگر انتخاب بکنید هر اپلیکیشنی که هر تغییراتی رو در صدا به وجود میاره ارجحیت خواهد داشت بر تغییراتی که شما اینجا به وجود آوردید. اگه برش دارید دیگه این ارجحیت از بین میره و بعد صدای اصلی میکروفون شما در اینجا میتونه و یا حتی دیوایس های دیگه حواستون باشه. اگه من همین کار رو بر روی ویو انجام داده بودم صدایی که در قسمت ویو یا استریو میکس هست میتونستم تنظیم بدم. در نتیجه اپلیکیشن ها دیگه ارجحیت پیدا نمیکنن اگر این تیکش رو بردارم و اگر این تیک پایینی رو بردارم مودهای مخصوص اپلیکیشن ها رو به صورت اولیه و ارجحیت اولیه در اون پروگرام در حقیقت به وجود میاره که باز هم عرض کردم میتونید اونو بردارید و ارجحیت ها رو از بین ببرید. اگر وارد کانفیگور بشم شما وارد صفحه میشید که قسمت های مختلفی که از حالا ورودی ها مثل میکروفونتون استفاده میکنن رو تنظیم کنید که از جمله مثلا اسپیچ ریکگنیشن. اجازه بدید راجع به هر کدوم از اینا هم فیلمای رو آماده خواهم کرد و یاد میگیرید چطوری ازشون استفاده کنید. در قسمت پلی بک صداهایی رو که شما میشنوید مثل بلندگوها ممکنه البته شما گزینه‌های بیشتری داشته باشید رو میتونید تنظیم کنید. باز باید حواستون باشه که دست راست کلیک کرده باشید شو دیسیبل دیوایس رو انتخاب کرده باشید که تمام گزینه‌ها رو بهتون بده و اگه بخواید تنظیمات رو روش به وجود بیارید دقیقاً شبیه رکوردینگ روش کلیک میکنید پراپرتیز رو انتخاب میکنید یا دست راست کلیک میکنید پراپرتیز رو انتخاب میکنید در اینجا آیکون عوض کنید پراپرتیزش برید و یا دیسیبلش کنید دقیقاً شبیه کار قبلی. در قسمت کاستوم میتونید استانداردهای AC3 و PCM که استانداردهای بسیار بسیار خوب و با کیفیت بالا هستند رو انتخاب بکنید. ممکن البته شما این گزینه‌ها رو نداشته باشید ولی اگر ساوند کارتتون بتونه اینا رو ساپورت بکنه خواهد داشت، ممکن هم بیشتر باشه. در حقیقت اگه انتخابشون نکنید و بردارید از حالت انتخاب دیگه پخش نخواهند شد. اگر در قسمت لولز برید میتونید صدای بلندگوتون رو کم و یا زیاد بکنید. میتونید صدا رو قطع بکنید با فشار دادن بر روی این آیکون و یا در قسمت بالانس برید حتی صدای یک بلندگو رو که مثلا صدای چپ هست کم بکنید، صدای راست رو مثلا کم بکنید یا زیاد بکنید. این کمک به کسانی میکنه که مثلا یه گوشه از اتاق نشستن که بلندگو سمت راستشون مثلا بهشون نزدیکتر است تا بلندگو سمت چپ. باعث میشه که صدای بلندگو سمت چپشون رو زیاد کنن، سمت راست رو کم بکنن که صداها میزان بشه، وقتی بهشون میرسه این صداها دلنشین‌تر باشه براشون. صداهایی رو که شما میشنوید اینجا میتونید تنظیم کنید. برای مثال صدای CD پلیرتون رو اگه این رو زیاد بکنید، صدای CD پلیری که شما میشنوید
زیادتر خواهد شد و یا اینکه قطعش بکنید. در نتیجه اگر صدای سیدیتون رو نشنیدید فوری بپرید اینجا، بیایید مواظب باشید که اینجا انتخاب نشده باشه عکس علامت قرمز روش نیاد که صداش قطع هست، به صورت میوت هست، یا اینکه اصلا صداش شنیده نمیشه. این هم بالانس داره، میتونید کم و زیادش بکنید. حتی عکس شما بالانسش میتونه که چپ و راستش کم و زیاد بشه. ممکنه تعداد گزینه‌های شما بیشتر و یا کمتر هم باشه بنا به ساوند کارتتون. در قسمت ادوانس همونجوری که در قسمت رکوردینگ دیدید میتونید تنظیماتی بر روی کیفیت و یا حتی اپلیکیشن ها که تحت کنترل قرار بدن اینا رو در حقیقت انجام بدید.